درود، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. از آکادمی اقتصاد امروز در خدمتتون هستیم با آموزش بازی تایم فارم که شاید یه چیزی حدود 3 ماه 2 ماه و نیمه که داره فعالیت میکنه و تو بحث استیک ارزهای دیجیتال و بیشتر تو مبحث دیفای فعالیت میکنه و میتونیم ازش یک کسب درآمدی بر اساس استراتژی که خود بازی برامون چیده داشته باشیم. ما در قدم اول زمانی که صفحه رو باز میکنیم با یه همچین صفحه‌ای مواجه میشیم. ما در این پایین یک گزینه کلیم داریم، در اینجا که یوزرنیم و عکس پروفایلمونه. برای آپگرید کردن از این گزینه میتونیم استفاده بکنیم. ما در این گزینه هم میتونیم از تغییر زبان به زبان‌هایی که این بازی ازشون پشتیبانی میکنه بتونیم استفاده بکنیم و ازش لذت ببریم. زمانی که وارد بازی میشیم ما نیاز به این داریم که در ابتدا کلیم بکنیم و مبحث فعالیتمون، یعنی اون مقداری که استیک کردیم رو برای خودمون جمع آوری بکنیم تا ببینیم که چطور میتونیم ادامه مسیر رو داشته باشیم. پس از اینکه ما کلیم کردیم مجدد نیازه که استارت رو بزنیم تا ساعت شنی به حالت معکوس خودش بره و شروع بشه برای ما فارم کردن از ارز دیجیتال خود تایم فارم. در این گزینه پایین یا نوار پایین اگه دقت بکنیم ما در حال حاضر در هوم یا صفحه اصلی هستیم. در گزینه بغلیش یا گزینه شماره 1 یا اولین صفحه این بازی ما تسک هایی رو داریم که میتونیم این تسک ها رو وارد بشیم و پس از اینکه یکی یکی گزینه هاش رو رفتیم، مثلا این گزینه اول ازمون میخواد که در CX که صرافی غیر صرافی متمرکزه پاور تب بکنیم که این فکر می‌کنم بازی اون صرافی متمرکزه دیگه ایه یا پروژه‌ایه که با پروژه تایم فارم یه قرارداد همکاری با هم دیگه دارن. ما نیازه که واردشون بشیم. پس از اینکه واردشون شدیم تسکی که ازمون میخواد رو انجام میدیم. این که میگیم باید برید بازی کنید و شروع به تپ کردن بکنید. در این قسمت میگه پلی لاولی لند، این هم یک بازی جدیده. پلی وان وین توکن، مجدد بازی های جدیدن و در اینجا سابسکرایب تو the first. ما اینجا رو کانال تلگرامش رو رفتیم یه بار، بعد کلیم میکنیم و به گزینه 38800 تامون اضافه میشه و شد 138800 و گزینه‌های بعدی رو میتونیم یکی یکی واردش بشیم. بذارید ما وارد این بازیش بشیم ببینیم در مورد چه بازی داره بهمون اطلاعات میده. همونجوری که مشاهده دارید میکنید من روی لپتاپ دارم این بازی رو میرم و این بازی نیاز به این داره که با موبایل انجام بشه، پس طبیعتا نمیتونم این بازی رو ادامه بدم. میریم مجدد سراغ تایم فارم که ببینیم یکی از این گزینه ها رو میتونیم فعال بکنیم یا خیر. بعد ما در حال حاضر رسیدیم به گزینه ای که اینجا نیاز به این داریم که جوین چنل بزنیم. زمانی که چنل هامون جوین نمیشن ما میتونیم یک پوشه رو در قسمت نوار کنارمون در سیستم های ویندوز و در گوشی هامون در نوار بالای صفحمون یک صفحه‌ای باز میشه و ما اونجا میتونیم این کانال ها رو جوین کنیم و بتونیم از جایزهشون لذت ببریم. بذاریم مجدد برگردیم به عقب تا وارد اپ بشیم. در گزینه کناری هم چیزایی که ما کامپلیت کردیم یعنی انجامش دادیم و جایزه‌شو دریافت کردیم کاملا مشخص و مشهوده که میتونیم از این گزینه استفاده بکنیم برای متوجه شدن از اینکه ما چقدر از ارز رو فارم کردیم و چقدر از ارزها رو از یا توکن ها رو از ماین کردن به دست آوردیم یا چه گزینه‌ها چقدرش رو از گزینه‌های
تسک به دست آوردیم. گزینه کناریش گزینه اینوایت فرند، زمانی که ما روی گزینه کلیک میکنیم ما میتونیم سند در تلگرام هم سند داشته باشیم، در کپی هم میتونیم کپی داشته باشیم. ما اینو میاریم و برای یک سری از دوستانمون ارسال میکنیم که بتونن این بازی ها رو واردش بشن و بتونن ازش کسب درآمد داشته باشن. در درجه اول، در درجه دوم آشنایی بیشتری داشته باشن با بازار ارزهای دیجیتال که این روزا همه تلاش افرادی که بازی ها رو به وجود میارن اینه که اعضا بتونن اطلاعات بیشتری رو در این بازار به دست بیارن. گزینه بعدی که وجود داره گزینه اکتیویتی هستش که توی گزینه اکتیویتی میاد نشون میده که این لوان آقای یا خانم لوان حدود 6216 نفر رو عضو کرده. شما نفر دومی که در رنگ هستن 3349 نفر رو عضو کرده و به ترتیب همینجوری میاد پایین. اینجا هم که میبینید منیجر صفحه اوکی اکسچنج، البته یا شاید اسمش رو به این شکل در آورده. گزینه بعدی که داره گزینه ارن داره که ما در این گزینه میتونیم استیک انجام بدیم. همونجوری که میبینید ما در اینجا دو تا استیک داریم که هر دو تاشون هم تو بازه 45 روزه هستن و در حال حاضر ما با حدود 35% سود، یک 10,000 تا، یک 100,000 تا و یک 1,218,800 عدد رو استیک کردیم که از گزینه 1,218,800 عددی تا الان حدود 42,426,580 عدد و از 100,000 واحدی که استیک کردیم برای 45 روز آیندهمون 35,000 عدد تا الان تونستیم به دست بیاریم و میایم مجدد ما میخوایم استیک بکنیم، میایم روی 3 روزه رو کلیک میکنیم و حالا میتونیم 15 روزه، میتونیم 45 روزه هم کلیک بکنیم و در نهایت بیایم اینجا و ماکسیمومش یا هر چقدری که خودمون دوست داریم استیک بکنیم رو انتخاب میکنیم و در نهایت کانتینیو میزنیم و در اینجا میاد بهمون اطلاعات میده که ما 138,800 تا رو استیک کردیم و پس از 45 روز با وجود 35% حدود 48,580 عدد ازش میتونیم دریافتی داشته باشیم و گزینه استیک رو میزنیم و پس از اینکه استیک میزنیم میبینیم که به صفحه ما اضافه شده در این قسمت 138,800. چیزای خاصی نداره. برای برگشت به صفحه میتونیم از این قسمت رفرش به ابتدای مسیر استفاده بکنیم که میتونه ما رو مجدد به صفحه اول ما برگردونه. گزینه آخری هم که وجود داره گزینه ولت رو داره که باید ببینیم این صفحه ولتش رو فعال کرده. شما واسه اینکه بخواید ولتتون رو، اگه ولت اشتباهی رو نصب کردید میتونید از این گزینه ولتتون رو خارج بکنید و مجدد بتونید ولتتون رو اتصال بدید و از دریافتی هایی که در آینده این ارز دیجیتال یا توکنی که تیم تایم فارم در نظر گرفته بهترین استفاده رو ببرید. امیدوارم که بتونید موفق و پیروز باشید. اگه سوالی داشتید میتونید برامون کامنت بذارید یا بازی رو اگه مد نظرتون بود برای اینکه بتونیم در موردش صحبت بکنیم میتونید برامون کامنت بذارید تا اینکه ما بتونیم تو زمان درست و بهترین فرصت برای شما ویدیوهای آموزشی جدیدی رو نسبت به بازی‌های جدید ضبط بکنیم. شاد و پیروز باشید. بدرود.